در کنار کویر زاده شدم. در این سرزمین بسیارند بادهایی که موجودات زنده اند. بعضی آواره اند، بعضی ساکنند. دل سختند، دل نازکند، شوخند، عبوسند. بعضی بادها دست آموزند، بعضی وحشی. آدمیزاد آنها را خوب میشناسد و به نام میخواند. نام من باد صباست. در آغاز بادی واهن نشین بودم. گلگشت می زدم در جاهایی که پدرانم زده بودند. با پریشان کردن نخلها خود را خنک می کردم و خرمای رسیده را می تکاندم. در برخی دهکده ها آدمیزاد تیزهوش برای پذیرایی بادگیر ساخته بود. من چون به یکی می رسیدم به درونش می شتافتم، خانه را خنک می کردم و باز می گشتم. گرانبار از رازهای خانگیان، شادیها و غمهاشان را از ته دل حس می کردم. چه سایه سنگینی بر زندگانی من افتاد به دست برادرم باد دیو. برادر از من خیلی قوی تر بود و مرا میچزاند. مدام میگفت بدبخت، باد محلی، نسیم بی‌نفس، جریان هوا. میدانستم که میلی به جنگ ندارم و از این بیمیلی شرمسار بودم. باد دیو اگر نبود من خوشبخت بودم، اما افسوس که بود. روزی بادهایی که ابر میراندند از واحه ما گذشتند. برای من از سفرها و ماجراهاشان قصه ها گفتند و گذاشتند که به آنها بپیوندم. دلم میخواست بدانم که پشت کوهها چیست. حاضر بودم تا آخر دنیا بروم تا از شر زخم زبانهای باد دیو خلاص شوم. مأمور راندن چند پاره ابرم کردند و به راه افتادیم. اما ای کاش به رموز حرفه آشنا بودم. ابرها به 100 طرف می گریختند، پخش می شدند، محو می شدند. عاقبت کار ناشیگریم به جایی کشید که ابرهایم گل کوه گیر کردند و آبشان را بر خاک بی‌حاصل صحرا ریختند. به آن همه آبی که حرام شده بود فکر کردم و به حال باغ‌های تشنه‌ای که از آن محروم شدند دلم سوخت.
بادهای دیگر به راه خود رفتند و من نمیدانستم که آیا همان خنگ سادلو هم که باد دیو همیشه میگفت تنها مانده بودم و در ذهنم این سوال را دم به دم پشت رو می کردم. آیا واقعا من خنگم؟ در این حال صدای تنوره باد دیو را شنیدم. دوباره شروع کرد به دست انداختن من و خندیدن به قصه های دلم. می گفت ابله جان، اینجا تنها چه می کنی؟ ما دنبال تو همه جا را گشته ایم. تکانی بده. ببین این ملک ماست. آدمیزاد را از آن رانده ایم و سراپایش را صاحب شده ایم. عیشی میکنیم از ساختن تلهای شن و جابجا کردنشان و حظی میبریم از خفه کردن شهرها. در این بیغوله های غرق سکوت میزبانان و همبازیان ما وحوش و مارانند. ببین این برج را. روزی پیربادی به من گفت که برج بابل است. خلایق ساختندش که نردبان خدایان باشد. خواستند از این راه آنان را به نزول بر زمین برانگیزند. آدمیزاد همیشه خیالهای غریب در سر دارد، ولی ما بادهای بیابان